سلام و درود فراوان خدمت برادرای تاجیکی و همزبون خودم. بچه‌ها حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه ترک جدید از اسماعیل جان اسماعیلوف به نام تاجیکم که این موزیک 3 دقیقه و 52 ثانیه است. اولین باره که میخوام از اسماعیل جان این موزیک رو گوش بدم و ببینم چجوریه، ولی انگار موزیکه که خیلی سر و صدا کرده. خیلی مشتاقم بدونم چیه. قبل از اون لایک، ساب، کامنت یادتون نره. بریم بدون اینکه وقت رو تلف کنیم ببینیم سیستم کار چیه. 1 2 3 برو که رفتیم. اکی پروموشن. من سری تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا کی باشم چقدر افتاده برای میلتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. چه بیتیه بچه‌ها. این ترک فکر کنم یه خورده جنبه سیاسی داشته باشه، ولی یه چیزی که خیلی جالبه و نظر منو جلب کرده اونم اینه که چجوری میشه اون دنیا رو وصل کرد به این دنیایی که داخل دنیای موزیک هستش. اما چیزی که در اول کار دیدیم فوق‌العاده افتادگی یک شخصیت قوی رو میرسونه که در اوج قدرتی که داره خیلی افتاده است. بریم ادامه کار ببینیم داستان چیه. گشت و دولتی خودم شیشتم من دشه کردم، من پشتی چی میگردم، من عمر و وقتی خود را بهری چی فدا کردم. چقدر غمگینه بچه، ولی یه تصدیقی داره شبیه خواننده هایی هستن که از قدیم داخل مثلا محسن یگانه توی زبان فارسی ما که داخل ایران هستیم زمانهای قدیم ترانه های این سبکی میخوند و فوق العاده سوز داشت. صدای ایشون هم اسماعیل جان هم دقیقاً همینجوره. اسماعیل جان اگر این ویدیو رو میبینی واقعاً صدای خیلی خارق العاده ایه. از نو خورد شوم بشی مادر برگردم، دیدم مشکی پیشوایم بحری ملت میگیریست، همون ساعت فهمیدم بزرگی او در چیست، به خود دادم سوگندم بحری ملت میجنگم، تاجیکم تاجیک زبان جانم بهرت تاجیکستان و پیش و پیش. چقدر خوبه بچه‌ها، یه ارق وطنی داخل وجودش هست اسماعیل جان که در مورد تاجیکی خودش میخونه. حتی خواننده‌هایی که ما داخل ایران هم داریم اینجوریان. خیلی واقعا جذابه و اوج قدرت یک خواننده رو میتونه برسونه و عشقی که به وطنش داره. واقعا تاجیکستان خیلی کشور قشنگیه، خیلی تاریخ زیبایی داره. حیفه که ما که فارسی زبون هستیم هوای همدیگه رو نداشته باشیم. ولی خیلی موزیک قشنگی، با اینکه تم غمگینی داره ولی خیلی موزیک باحالیه. بک میزنم چون حیفه واقعا. بریم. پیشوای تاجیکستان هستن ایشون، من تازه متوجه شدم. بزرگی او در چیست، به خود دادم سوگندم بحری میلت میجنگم، تاجیکم تاجیک زبان جانم بهرت تاجیکستان و پیش و پیش. تاجیکم فخرم با دولتم، تاجیکم فرزندی این ملتم، من به دنیا آمدم تاجی سامان بر سرم، قهرمان داریم نشان عکسی پیشوا در برم، قهرمانش و بچه‌ها زمانی که میگه تاجیکم ببینید چقدر با سوز دلش داره این کلمه تاجیکم رو میگه، یعنی هم افتخار میکنن هم تا وجودم خیلی غم و غصه است به خاطرش. نمیدونم چرا. یه دقیقه بک میزنم خصوصا این تیکه نگاه بکنید. تاجی سامان بر سرم، قهرمان داریم نشان عکسی پیشوا در برم، پیشوا رو بغل کرد. افتخار
کاراتی که برای کشور کسب کردن و بچه اسکاندار که نشون میدن بچه ارادتی که به پیشواشون دارن خیلی جالبه. یعنی بنازم من به این وکال صدا، ببینید چه اوج قشنگی گرفت. یه دقیقه بک میزنم چقدر من دارم لذت میبرم. بعضی وقتا آدم دلش نمیخواد بشین ریاکشن کنه، دلش میخواد فقط لذت ببره از اون موسیقی که داره گوش میده. زرگردد و خست گیرد تاجیکم فخرم با دولتم تاجیکم فرزندی. اصلا این با روح و روانم بازی میکنه. تاجیکم. یه دقیقه بک میزنم اوج احساس رو ببینید. اصلا فخرم با دولتم تاجیکم فرزندی این ملتم. من به دنیا آمدم تاجی سامان بر سرم قهرمان داره میشم عکسی پیشوا در برم تاجیکم فخرم با دولتم تاجیکم فرزندی این ملتم. من به دنیا آمدم تاجی سامان بر سرم قهرمان داره میشم عکسی پیشوا در برم. بچه واقعا این موزیک از پرودکشن کار، از کسی که تصویر برداری کلیپو کرده، از موشنایی که برای ساخته شده، واقعا این کلیپ یکی از بهترین کلیپاییه که من دیدم. محتوا محور خیلی خفن بود. به نظر من اسماعیل جان حداقل 10 پله بالاتر از بقیه آرتیستایی که الان خیلی باب شدن. همینجا بهتون نوید این بدم که قراره خیلی از اسماعیل جان ریاکشن داشته باشیم توی این کانال. چه بیتی! هم مستر سورو هم تو این کار تأخیر میده انگار. چه کاری بود؟ بچه دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک ساب کامنت یادتون نره. ویدیو رو به اشتراک بذارید توی تلگرام، توی واتساپ، توی اینستا. لینک برای رفیقاتون بفرستید که این ویدیو رو ببینن. لایک بزنید این ویدیو به دوستاتونم ساجست بشه. عاشقتونم. خدا نگهدار.